27 ساله هستم و از هندوستان آمدم. من متعلق به هندویسم هستم. عملا در خانواده تمرین نمی کردم، یعنی زیاد مذهبی نبودیم. دین همیشه مایه پریشانی بوده است. فقط به خاطر رسم و رواج او را انجام داده. هیچ یک از خانواده ما عملا تمرین نمی کردن. با او که عقیده آنها محکم است اما عملا تمرین نمی کند. ببینید، من زیاد درباره اسلام و مسلمان ها نمی فهمیدم. صادقانه گپ می زنم. از جایی که ما آمده مسلمان ها در آنجا هستند، اما در اونجا 23 سال هیچ مسلمانی را ملاقات نکردم. راستش با آنها رابطه برقرار نمیکردم تا اینکه در اینجا در ایالات متحده به اینجا آمدم. صادقانه گپ میزنم، همیشه از اونا میترسیدم. از دوران طفولیت میگفتن اونا مردم خوب نیستن، تروریسم متعلق به اینا میباشه، آنها بد هستن، از اونا دور باش. اما بعد از سالها بودن در اجتماع دوستان مسلمانی یافتم، دوستان پاکستانی، و آنها بسیار خوب بودن. او زمان فهمیدم که آنها نیز انسان میباشن و واقعا مردم خوبی هستن. رفتار خوب آنها اولتر از همه مرا جذب مردم میکرد، نه که دین آنها مرا جذب کند. انسانیت آنها پیش از خبر شدن از دینشان مرا جذب میکرد و من خوشم میآمد. مردم خود را متعلق به کشور خاصی فکر نمیکردند، بلکه خودشان را مسلمان میگویند. راستش چیزی بود که مرا واقعا علاقه من ساخت که اونا چقدر خوب هستن، چقدر مهربان هستن یا کمک میکنن. اولین بار بود که به خاطر دانستن اسلام به تحقیق پرداختم. میفهمید وقتی که در مراکز اسلامی برید کتاب های زیادی وجود داره. هر نوع سوال که در ذهن خود درباره اسلام، خدا و دیگر خدایان داشته باشید پاسخ داده میشه. من به خواندن اون کتابا شروع کردم، به نوبت به تحقیق شروع کردم. فکر کنم که یک سال پیش از پذیرفتن اسلام مطالعه کردم. قرآن را نخواندم، فقط از طریق اینترنت و چیزای معلومات گرفتم. این کار مرا بیشتر بسیار نیرو میبخشید. شخصا بسیار احساس خوبی میکردم. قسمی که گفتم در حال یادگیری هستم. معلومات کافی ندارم اما در حال یادگیری هستم. در زندگی وقتهایی به وجود می آید که از خالق خود گدایی کنید. به افتادن نیاز پیدا می کنید. باید در مقابل او به خاطر گدایی زانو بزنید. زمانی شاید با تمام قدرت، توانایی، ضمیر و پول کاری کردن نتونید. من فکر میکنم که این را بعد از اسلام آوردن تصدیق میکنید. به خاطر که پیش از اون میگوید که والدینم هست، من متر دارم، مثلا من بسیار پولدار هستم و هیچ مشکلی نمیتونم مرا از بین ببره. من فکر میکنم که الله به خاطر نشان دادن این که حالا با دست خالی چی میکنید تمام چیز را از شما میگیره. من تمام چیز را از شما گرفتم. من فکر میکنم که الله در اون لحظه به من قدرت میده تا به خاطر اتفاقات عقب نشینی نکنم. وقتی که قرآن را به دست خود گرفتم متوجه شدم که دستایم میلرزه. گریه کردم. فقط گریه کردم. فکر کنم بیش از 1.5 ساعت گریه کردم. گریه من بیشتر از او بود. من فقط گریه میکردم. اگر به الله باور دارید پس به الله اعتماد کنید. تمام سخن من عمی است. هر کاری را که انجام میدهید باید به الله اعتماد کنید. اگر به الله اعتماد نکنید یعنی عقیده ندارید و فقط لبهایتان میگوید که به الله باور دارید. اگر به راستی باور ندارید، هرگاه باور کنید به طور ناخودآگاه بالای اعمال و گفتار شما تاثیر میگذاره. اگر شما الله را به عنوان خالق خود قبول کنید، باز خالق شما تمام چیز را برای